سلام قشنگا، با من همراه باشید که بهتون یاد بدم چطوری روت شادو یا دیپلایت کنی برای مویی که فر و خشکی فوق‌العاده زیادی داره. دست به کار شدیم با پودر طلایی که حاوی پرکس زیاده با اکسیدان 6% مواد درست کردیم. لایه ها رو با فاصله 2 سانت به ریشه مواد گذاری کردیم. چون که دوست ندارم مواد به کف سرشون برخورد کنه، نیم ساعت مکث زدیم، به پایه 8 رسیدیم و چون که نمیخواستن شارژ مجدد انجام بدن یه بسترسازی کوچولو تو سرشون انجام دادیم. بسترسازی که براشون انجام دادیم براتون مینویسم. رنگ 620 رو شکلاتی 6 و اکسیدان 6% و سایه ها رو ایجاد میکنیم با قلم و به صورت پرتابی میزنیم. لایه هامون بسیار نازک باشه بهتره. بعد از اینکه 20 دقیقه گذشت مو رو ماساژ میدیم به سمت ماساژ دادیم. بعد از 20 دقیقه رنگمون رو میشوریم و اینم فاینال کار جذابمون. ببینید چقدر جذاب و شیکه.